سلام خدمت دوستان همیشگی گل نمونه چنل سامیکس. دوستان خوش اومدید به چنل خودتون، چنل سامیکس. امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید. ببینید امروز اومدیم با آموزش کامل لیگ افسانه‌ای یا همون لیگ لژندری کلش آف کلنز. توضیح کامل آقا چرا ما باید مثلا 8 اتک بزنیم، چرا ما باید مثلا هر 19 ساعتی یک بار، مثلا هر 24 ساعتی یک بار اتک بزنیم. رو مثلا من زدم 19 ساعت چون چند ساعت پیش استارت خوردم. خب دوستان ما به قول معروف چیزا داریم دیگه، یه سری قانونا داریم توی هر زمینه، هر بازی، ریل، کلا همه جای سری قانونا داریم. ببینم بر حالا شرکت سوپرسل اومده یه سری قانونا واسه لیگ لژند گذاشته. ببینید چرا ما باید 8 اتک بزنیم، چرا ما باید هر 24 ساعت یک بار 8 اتک بزنیم. یکی این که ببینید دوستان، اگه قرار باشه مثلا که مثلا من سام بیام 20 تا اتک در روز بزنم، خب من بدترین حالت ممکن 500 600 تا کاپ مثلا میگیرم. یعنی تو 4 روز کاپ من میرسه به 8000. خب این یه چیز واقعا غیر منطقی میشه دیگه، واقعا غیر منطقی میشه. درزم شاید یکی نرسه آقا، مثلا منی که الان چند تا اکانت دارم شاید نرسم، چون تو پوشم شاید نرسم بیام با همه مثلا 20 تا اتک بزنم. حساب کن من 5 تا اکانت، مثلا 3 تا اکانت مکس دارم پوش میکنم، بخوام برسم مثلا به 20 تا با 3 تا اکانت تقریبا 60 تا 60 تا اتک باید بزنم. خب 60 تا اتک خیلی آنده داشت. تو بوستم بزنی هر کدومش 10 دقیقه طول میکشه. حالا 60 تا 10 دقیقه حساب کن ببین چقدر میشه. کل روز رو باید بشینی اتک بزنی. این واسه این که روشن بشه آقا چرا ما باید 8 تا اتک بزنیم. بذار من یه رقم بدم. دومین چیز اینه که ما چرا باید 24 ساعت یک بار اتک بزنیم. اگه قرار بود مثلا هر 5 ساعت یک بار اتک بزنیم، خب داداش بازم همون میشد دیگه. شاید من وقت نداشتم هر 5 ساعت یک بار بیام تو بازی اتکامو بزنم برم، یا تو فرق نمیکنه، من تو اون آن کلا برای همین اینم تصمیم شده که آقا 24 ساعت یک بار. و بریم سر موضوع اصلی. آقا لیگ لژند چه خوبی هایی داره برای منه سامیکس، برای تو ایکس، برای آقای ایگره. ببینید دوستان، من مثال توی کلن فلانی، توی کلن مثلا ایکس دارم فعالیت بکنم، 3 تا اکانت دارم، 3 تا اکانتم کاپشون 6000 مثلا. بعد آخر فصل که میشه نگاه کنید دوستان، اینجا مسابقه قبیله خاتمه مییابد در 20 روز و 19 ساعت آخر. مثلا آقای ایکس میاد به من میگه تو که 3 تا اکانت داری، 6000 تا هم کاپ داری، اکانتتو بیار این 19 ساعت باش کلن من، اتکاتو بزن، کاپتو ببر بالا، من میخوام اکانتمو بکنم یک جهان. من بهت 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون میدم. خب منم که اگه به صرفه باشه واسم قبول میکنم. بازم میگم به طور مثال. و به همین شکل میتونی از لیگ کلش آف کلنز تا حدودی کسب درآمد بکنی. دوم اینکه اکانت تو رنک دار بکنی. مثلا بذار من نشونتون بدم اینجا اکانت من الان رنک خیلی بالای خورده، 547-21. بذار من یکی از جهانی ها رو نشونتون بدم، مثلا استارز. ببین مثلا استارز همه میشناسنش دیگه. ببینید الان مثلا رنک 1 جهان خورده. خب این رنک 1 جهان اکانتش تو ایران، به پول ایران من بخوام بگم حداقلش 100 میلیونه دیگه، حداقلش 100 میلیونه در کل. و اینکه
به این شکل هست دیگه فعالیت توی لیگ لجند و چه میدونم این داستانا. حالا اگه کسی چیزی میخواد که یا حس میکنه من چیزی رو نگفتم که باید میگفتم، این چیزی رو میخواد بدونه، تو کامنت ها بگه، من حتما روی چشمم کامل واسش توضیح میدم. حتی اگه شدی میارمش تلگرام قشنگ صحبت زنگ بزنه من بهش میگم. در کل میخوام کامل همه چیو بدونید، حداقل ویدیو رو نگاه کردید یه پونت مثبتی واسهتون داشته باشه، از اون وقتی که گذاشتید درست صرفه جویی کرده باشیم. یه مازرتیکه زده بریم با هم دیگه ببینیم توی لیگ لجند. مپ رینگ بیسه، این مپ هم خیلی استفاده میکنن تو لیگ لجند، من دیدم. چی میزنه؟ لاوالون ماشین فلینگه. اوکی ببینیم چیکار کردم. مازرتیکه صدا رو خیلی زیاد نکنیم. اسپل رد و زلزله واسه ایگل با فکر کنم ماشین رایفلینگر واسه این فردا کنپوران از این اگرفش که گرفته واسه فریز کینگ بیزار واسه تان کردن کنپورانداز. نمواد ایزی بره خوب افتاد دیگه. چی بکنیم؟ مثلا بیدرک واسه از این بودن ارتباط ساختمان. برای یه پیش خفن بودیم دیگه. بال بریکر واسه نگاه چاکی. یه تاکر واسه از این بودن کی. اسم پویزن واسه لنکستل حریف شامپیون از بالای مپ میاد شامپیون لاوالون بالای مپ یه دونه لاوالون دیگه
87% تقریبا. خیلی بد شد، چون توی لیگ لجند همونجور که داشتم بهتون توضیح میدادم شما باید حداقلش از 8 اتک 6 تاشو 100 بزنید تا بتونی یه پوش خفن بکنی. ولی خب من همین الانش فکر کنم 3-4 تا رو همون 80-90% دادم. این هم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه و اگه هر نظری، ایده‌ای، چیزی دارید کلا در مورد گیم یا خارج از گیم، هر ویدیویی میتونید توی کامنت ها بنویسید، من حتما میخونم و پاسخگو شما هستم. کوچیکتون سامیکس.